مسئله دوم، الماء الذی تحصل به الطهاره، میفرماید که آبی که به آن طهارت گرفتن جایز است، یعنی ممکن است که انسان با این آبها طهارت بگیرد. کدام آبها باشند؟ اینها را میگیریم. برای طهارت انجام دادن چیزی لازم است که با آن انسان پاک شود، یعنی چیزی که افلاسی را دور کند و حدث را از بین ببرد، و این آب است. و این چی است؟ آب است. آبی که با آن طهارت درست میگردد، آب طهور میگویند این را. آبی که با آن طهارت درست و صحیح میگردد، این را آب طهور میگویند، یعنی آبی که خود پاک است و پاک کننده است. آبی که خود پاک است و پاک کننده است، یعنی دیگر چیزها را نیست پاک میکند، و این آب باید باقی در حالت اصلی خود باشد. الله سبحانه و تعالی آن را آفریده است، یعنی بدون تغییر باشد، یگان تغییرات در آن داخل نشده باشد. و فرق ندارد که آب آسمان باشد، آبی که از آسمان فرو میآید مثل برف، باران، ژوله، یخ، یا در روی زمین جاری میشود مانند آب دریا، چشمه ها، چاه ها و بحرها. همه اینا آبهای پاک هستند، پاکیزه هستند و پاک کننده هستند. و دلیل بر پاک بودن این آبها قول الله سبحانه و تعالی است که میفرماید و ينزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به، و الله از آسمان بر شما آب نازل کرد. الله از آسمان بر شما آب نازل کرد تا شما را با واسطه آن پاکیزه بدارد، با واسطه آن آب شما را پاکیزه بدارد. سوره انفال آیه 11. و نیز الله سبحانه و تعالی میفرماید و انزلنا من السماء ماء طهورا. الله میفرماید که ما از آسمان آبی پاک بر شما فرود آوردیم. سوره فرقان آیه 48. و رسول الله صلی الله علیه و سلم که در دعا فرمودند اللهم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد، ای الله مرا با آب برف و آب یخ و آب ژوله گناهانم را پاکیزه نگاه دار، یا که مرا بشوی. حدیث صحیح. اما درباره آب بحر باشد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هو الطهور ماؤه و حل میتته. در بین آب بحر گفتن آب بحر پاک است و خود مرده آن حلال است. بجز آب پاکیزه که ما بیان کردیم که آب پاک باشد و پاک کننده باشد، دیگر چیزها قائم مقام آب رو نمیگیرد. با دیگر مائعها طهارت صحیح و درست نمیگردد، مانند سرکه، بنزین، شربت لیمون و مانند اینها. با اینها اگر که آب نباشد طهارت گرفتن جایز و روا نیست. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی که فرمود فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اگر شما آب پیدا نکردید پس با خاک پاک از زمین است تیمم بگیرید. در سوره مائده آیه 6. اگر با چیز غیر از آب طهارت میشد، اگر با چیز غیر از آب طهارت کردن درست میگردید، الله سبحانه و تعالی حتما در قرآن این را بیان میکرد، یا که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما این را خبر میداد. اما در اینجا چی گفت؟ اگر پیدا نکردید آب پاکیزه را پیدا نکردید، چون که در بالا ما ذکر کردیم آبهای پاکیزه را، اگر شما این قسمت آبها را پیدا نکردید پس در این حالت شما تیمم بگیرید با خاک. بلکه گفت که دیگر مائعها، دیگر آبهایی که هستند و مثل بنزین و شربت و غیره چیزی که تغییر افتاده هستند، الله حتما میگفت که با اینا طهارت بگیرید. نه که الله سبحانه و تعالی این رو ذکر نکرد، بلکه گفت که بلکه گفت که با خاک تیمم نمایید. معلومه شاید که تنها با آب طهور که آب پاک است، پاک کننده است، طهارت گرفتن درست است. اگر این پیدا نشد پس انسان تیمم میگیرد.